حالا جالب شد که یه مش دقیق اینستاگرامی حرفای من بهشون برخورده. آخی من دارم در مورد دادنم صحبت میکنم، دارم یاد میدم که چجوری همه بتونن پول در بیارن. چرا فکر میکنید که من دارم هیت میدم به مردا؟ اصلا اینطور نیست. تو باید به خودت بیای، بتونی بدی، بتونی پول در بیاری. من تونستم، تو هم میتونی. فکر نکن کار سختیه. ببین دارم پاره میشم از ویدیوهایی که واسم ساختی. لطفاً کمترش کنید. دارید خار مادر همه کس منو میاری جلو چشم. خسته شدم دیگه. تا کی باید انقدر به این فوری بزنید؟ بس دیگه خانمای عزیز، بس دیگه آقایون، گایدید منو دیگه، بس کنید. من خودم انقدر دادم که دیگه توان ندارم. چیکار میکنید با من؟ بس کنید آقا. من از فردا میدم دیگه، اصلا با شما صحبت نمیکنم. من فقط خواستم دخترای مملکتمو چشاشونو وا کنم و بهشون بگم اون چیزی که لاپاتونه میتونید ازش پول در بیارید. چرا فکر میکنید باید برید کارگری کنید؟ از اون چیزی که لاپاتونه استفاده کنید. من فقط اومدم برینم تو روابط دوست داشتن و عشق و علاقه. همه اینا رو میخوام به پاک بدم، چون که من کارم اینه که همه رو جنده پرور کنم و اینکه یکی از اصل من جنده بودنه. آره عزیزم، همین کار من.